به دنیای هوش مصنوعی بزنیم. بزن بریم. هوش مصنوعی از مغز انسان سریعتر یاد میگیره. میتونه احساسات رو از روی چهره و صدا تشخیص بده. ربات‌های هوش مصنوعی تو جراحی‌های دقیق کمک میکنن. میتونه هنر خلق کنه، مثل نقاشی، موسیقی و فیلم. بعضی کشورها دارن قوانین سختگیرانه‌ای برای هوش مصنوعی وضع میکنن. هوش مصنوعی میتونه صدا و تصویر رو جعل کنه. تو بازی‌های ویدیویی از انسان‌ها بهتر عمل میکنه. ربات‌های انسان نما مثل سوفیا میتونن صحبت کنن و حرکت کنن. هوش مصنوعی میتونه مقاله و حتی کتاب بنویسه. تو آینده ممکنه هوش مصنوعی جای بعضی از مشاغل رو بگیره. جالب نبود؟ منتظر ویدیوهای بعدی باشید.